سلام دوستان، امیدوارم حالتون اوکی باشه. توی این ویدیو میخوام راجع به یکی از مقالاتم صحبت کنم که عنوانش چگونه با جیب خالی رپر شیمه. این مقاله خیلی معروف شده، فقط بهتون نشون بدم که 140 تا کامنت گرفته تا به حال و افراد مختلف میان و در واقع نظرشون راجع به محتوا میگن و همینطور کانکشن سازی میکنن، یعنی ارتباط میگیرن با افراد دیگه‌ای که میخوان رپر شن و در واقع شما رو رد و بدل میکنن و صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن. میخوام راجع به این مقاله صحبت کنم. اول از همه بگم که چجوری میتونید این مقاله رو بخونید. فقط کافیه تو اینترنت سرچ کنید چگونه رپر شیم. لینک یک بنده وبسایت هم میتونید ببینید mma.ir. روی این کلیک کنید وارد این صفحه میشید. خب من میخوام که این یکم راجع به این در واقع مقاله صحبت کنم. موردی که هستش اینه که من قرار نیست بیام و مقاله رو بخونم، صرفا قراره بگم که اگر این مقاله رو بخونید چیا دستگیرتون میشه. اول مقاله اومدم یه سری صحبت کردم در واقع در رابطه با خودم که گفتم که در واقع کسی نیستم که بخوام راهی رو نشون بدم به کسی که میخواد رپر شه، چون خودم رپر نیستم. اما خب میتونم یه سری نکاتی رو بگم که در واقع بقیه بهتون نمیگن و در واقع هیچ رپر دیگه‌ای نمیاد و اینها رو به صورت مقاله ویدیو یا یه چیزی به شما نشون بده تا مسیر رو برای شما مشخص کنه. اول از همه منم توضیح دادم که رپر کیه، کلا یه خورده راجع به این صحبت کردم و بعد گفتم که رپ اصلا از کجا اومده و چه شکلیه. حالا رفتم سراغ بحث اصلی داستان که چگونه رپر شیمه و اینکه برای رپر شدن، برای تبدیل شدن به یک رپر به چی نیاز داریم. به استعداد، به صدای خوب، به تکست نویسی، به بازاریابی همون ترند شدن، حالا توی شبکه‌های اجتماعی یا هر جایی، یه اسم مناسب، یه درک از صنعت موسیقی که اصلا چیه، اجزای رپ چیه، اجزای موسیقی آهنگ چیه و همینطور شبکه‌های اجتماعی و یه سری خوردم حاشیه. بعدش منم گفتم که چگونه رپ رو شروع کنیم. در واقع برای تقویت رپمون چه کارهایی میتونیم بکنیم. کسایی که میخوان رپر شن برای تقویت رپشون میتونن گوش بدن به انواع موسیقی رپ، شرکت کنن توی رپ بتل ها. البته توی ایران رپ بتل عملا نداریم، هم خب خیلی جاها میشه که در واقع دور هم میتینگ های جمع میشن و در واقع رپ میکنن دور هم. و اینکه از دیکشنری استفاده کنید تا در واقع دایره لغاتتون بیشتر و بهتر بشه. خب موضوع بعدی، تایتل بعدی اینه که پول نداری، اهمیت نداره، فعلا روی رپت کار کن. چیزی که مهمه اینه که یه سری موارد اینجا توضیح دادم در رابطه با اینکه چگونه برنامه‌ریزی و تمرین و استمرار میتونه در واقع به شما کمک کنه تا رپر خوبی بشید. بعد در واقع آخرش گفتم که روی کمک هیچ کسی حساب باز نکن و فقط خودت و خودت. این مقاله خیلی مقاله خوبیه. همونطور که بهتون گفتم 140 تا کامنت گرفته. افراد مختلف میان و در واقع همونطور که الان دارید میبینید میان و کامنت میذارن و با افراد مختلف دیگه آشنا میشن. حالا با هم گروه میسازن، شبکه سازی میکنن، شماره و آیدی و اینستا همه چی رو رد و بدل میکنن تا در واقع به این نتیجه برسن و در واقع بتونن یه تیمی، گروهی چیزی برای خودشون بزنن. کار من اینجاست که بتونم این افراد رو به هم در واقع لینک کنم، در واقع به واسطه همین مقاله که تا الان هم خیلی انجام شده. به بعضی‌ها میام نظر شخصی خودم میگم راجع به سوالاتی که میپرسن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این مقاله رو حتما بخونید، لینکش روی کامنت هست. مقالات دیگه هم داخل وبسایت دارم که مطمئنم اگه بهش سر بزنید حال خواهید کرد. ممنونم ازتون که این ویدیو رو نگاه کردین. خدا نگهدار.